لیکن هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست. جز به جان فرزند را پیوند نیست. نعمت فرزند نوری دیده است، بهترین هدیه خدا بخشیده است. این فرزند خیلی نعمت بزرگه. حتی وقتی انسان میبینش آغوش کشاده میکنه، فرزند نموده میگه در آغوش میگه، سر بدن کودک بوسه میکنه. چقدر نعمت شیرین، چقدر نعمت راحت بخشنده. برای آدمانی که شوهر گم کردن، امونیتتشون پس شده است، فرزند ندارند، اهمی داروها استعمال کردن، بستن، ملهم بندی کردن، شفا یافتن. داروهای تبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، سریعت، بیماری‌های معده و روده و دیگر بیماری‌ها میباشند. بنده نویسنده، شاعر و عضو طیبه بین الملل، عضو روزنامه‌نگاران اتحاد شوروی میباشم. در دوام عمر زیاده من زیاده از 21 کتاب نوشتم. شما فقط زنگ زنید، ما دارو را بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بپول.